ان الله یقینا که الله لا یغفر نمی بخشد ان یشرک به، ای که کسی در یکی از خصوصیات از این، چی در ذاتش باشه، چی در صفاتش باشه، چی در شریعتش باشه، چی در نامهایش باشه، ان الله لا یغفر، یقینا که الله نمی بخشد ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. یک نفر زنا کرد توبه نکرد مرد، شراب خورد توبه نکرد مرد، قتل کرد توبه نکرد مرد، حرام خورد توبه نکرد مرد، تمام این گناه ها قابل است که این بخشیده شد. الله میگه که و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اما اگر نفر با یک شرک بمره، اون الله گفته که لا، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك. سکنین تمام گناه های خطرناک دون گفته. دون چی معنی؟ پایین تر. یعنی اصطلاحات قرآنی رو خوب دقیق تدبر که آدم بکنه در هر کلمه قرآن باز میفهمه. پس کل گناه های خطرناک که پیش ما تو مثل کوه معلوم، یعنی هر گناه مثل یک کوه هست. یک نفر 100 گناه کرد به اندازه 100 کوه گناه کرده. اینمی 100 کوه کوچک است نسبت به گناه شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. دیگه گناه ها را بر هر کس که اگر الله خواست او را برش میده. میشه بر رحمت خود یک نفر 100 سال نماز نخوند، در سال 101 آمده نماز شروع کرد، الله اونم 100 سال به نمازی ضرور باشه. اما 100 سال نماز خوانده که از او یک دانه شرک کرده، این خطرناک. از این خاطر سر شرک بسیار احتیاط کنید، بسیار. و خطرناکترین چیز که ما در وطن ما دیدیم اینمی است که بسیار مردم عابد و عبادت بسیار خوب میکنن، در شرک مبتلاست. اگر موضوع شرکی رو برش بگویی که جنگ میکنن. بسیاری وقتا میفهمی که این نفر در شرک مبتلاست، حال میگی لطم نکنه، چیز نمیگی، چی میگی؟ الله دیگه هدایتش، الله هدایتش. خوب میفهمیم که ولی این نفر خود گپش خراب است. آیت و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. میگه کسی که به الله شرک بیاره دیگه. خب آیت شریف دیگه چی میگه؟ الله میگه ان الشرک لظلم عظیم. سوره لقمان آیت 13. لقمان حکیم برای بچه خود چی میگه؟ یا بنیه، ای بچه که من لا تشرک بالله، به الله شریک نبیرین. چرا؟ میگه ان الشرک لظلم عظیم. این حال یکی ظلم بزرگ است، یکی ظلم کوچک است. یک نفر سر یک انسان ظلم کرد، یک نفر حق تو را خورد، چقدر ظالم کلان است به نظر تو. یک نفر سر خانه دعوا کرد، خانه تا گرفت، ظلم کرد نه؟ چقدر کلان ظلم است. یک نفر موترت آمد به زور کلیش از پیشت گرفت و تو هیچ زور نداشتی، قرار از پیشت دانه قرار میدانه، چقدر ظلم بزرگ است. یک نفر آمد از مالت از خورده، چقدر ظلم بزرگ است. الله اینمی کلی ظلم ها را در مقابل شرک چی گفته؟ گفته از این که ظلم بزرگ چی است؟ ان الشرک یقینا، ان سیکو یقین داشته باید که شرک است، لام باز توکید میکنه، تاکیداً ظلم بزرگ است. لقمان حکیم برای بچه خود میگه که از تمام ظلم ها که ظلم بسیار بزرگ شرک. احتیاط کن. آیت دیگه قرآن چی میگه؟ ولقد اوحی. سیکو خوب دقیقی آیت قرآن است، برای کی خطاب است؟ بر رسول الله صلی الله علیه و مستقیما. چی میگه بر رسول الله صلی الله علیه و میگه ولقد اوحی الیک، ای رسول الله صلی الله علیه و بر تو وحی شده، و الی الذین من قبلک، و به کسانی که قبل از تو بودن، برای کل پیغمبران وحی شده، لئن اشرکت، که اگر شرک بیاری لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک آوردی تمام اعمال تو از بین میره. ولتکونن، و حتما 3 دفعه تاکید است. لیحبطن هم 3 تا تاکید داره، ولتکونن هم 3 تا تاکید داره. امی صرف نحو را که آدم خوانده باشه باز امی معنای کلمات دقیق میفهم. این حالی اینجا میگه لیحبطن، لام یک تاکید است، نون توکید 2 نون دیگه است. این در سر یک کلمه که 3 تا داخل میشه یعنی 3 دفعه تاکید میشه. میگه اگر شرک بیاری به الله حتما که شک نداشته باش، تمام نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و عبادت و اطاعت کلش از بین میره.
ولا تکونن و حتما سه تاکید است، تو می باشی من الخاسرین، از جمله کی؟ زیادکار.